با نام یاد خدا بریم شروع بکنیم جلسه پنجم از دوره 0 تا 1000 EMTU. رسیدیم به سرفصل آنالیز همزمان چند تایم فریم. میگه باید همیشه حواسمون به بیگ پیکچر و نمای کلی حرکت بازار باشه. بچه‌ها بیگ پیکچر منظورش اینه که از بالا و در تایم فریم بزرگتر به بازار نگاه بکنیم. مثلا نه تایم فریم 1 دقیقه ببینید مثلا نزولیه بگید خب آقا کلا داره میریزه. نه، شما باید ببینید آقا تایم فریم ساختارتون. تایم فریم ساختار یعنی چی؟ یه چیز نسبیه. خب بستگی داره که شما تا چه اینطوری بگیم چقدر معاملتون طول میکشه. یه وقتی هست شما معاملتون خیلی بلند مدته، به اصطلاح سوینگه. میرید مثلا تایم فریم ماهانه، هفتگی، روزانه رو نگاه میکنید. مثلا در تایم فریم ماهانه یا هفتگی میبینید روند صعودیه. خب و شما اگر برای 1 سال مثلا میخواید یه سرمایه گذاری انجام بدید، این به دردتون میخوره. میرید تایم فریم ماهانه، هفتگی، روزانه اینا نگاه میکنید. ولی نه، یه وقتی هست میخواید تو روز ترید بکنید، مثلا 2-3 ساعت تریدتون طول بکشه، یه روز تریدتون طول بکشه. اینجا دیگه نیازی به تایم فریم مثلا ماهانه نیست. خب نه اینکه نباشه، نیازی به این که معامله‌ای که میخوایم بکنیم حتما در روند اون تایم فریم باشه نیست. البته اینم بگم ما اغلب معامله هامون رو در جهت همون میکنیم. خب در جهت همون تایم فریم بزرگتر، ولی خیلی در واقع اینطوری نیستش که خیلی ضروری باشه شما حتما بیاید چون تایم فریم ماهانه سعودی تمام معاملاتتون رو لاین بگیرید، معاملات خرید باز بکنید. اینطوری نیست. ممکنه شما تایم فریم روزانه رو که نگاه بکنید، تایم فریم 4 ساعته رو که نگاه بکنید، روندتون نزولی باشه و اوکی باشه که معامله فروش بگیرید. به صورت کلی بهترین تایم فریم ها اینجا بنویسم براتون به این صورت. یعنی شما میایید تایم فریم 4 ساعته رو نگاه میکنید. ببین ما یه تایم فریم بزرگ داریم برای استراکچر یا همون بیگ پیکچری که اینجا داره میگه. مثلا اگه 4 ساعته تایم فریم بزرگتون باشه، میایید تو تایم فریم 15 دقیقه به دنبال نقطه ورود میگردید تو 15 دقیقه و حالا تایم فریم 1 دقیقه هم مدیریتش میکنید. اگر تایم فریم ساختارتون تایم فریم بزرگترتون 1 ساعته باشه، میایید تو تایم فریم 5 دقیقه دنبال ورود میگردید. دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگرده به بحث فرکتالی بازار. اینا رو بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم. ولی بهترین و ایدئال ترین تایم فریم ها همین دوتایی که بهتون گفتم. یعنی یکی 4 ساعته و 15 دقیقه ترکیبش، یکی هم 1 ساعت و 5 دقیقه. بریم ادامه این کار. میگه این کار رو با چک کردن تایم فریم بالاتر نگاه میکنیم. معمولا نمای کلی حرکت رو در تایم فریم بالاتر چک میکنیم و در یک تایم فریم پایینتر تحلیل میکنیم و در تایم فریم پایینترش وارد پوزیشن میشیم. مثال این چی میشه؟ مثلا روزانه رو بیای نگاه بکنی، بری 4 ساعته تحلیل بکنی، تو 15 دقیقه وارد بشی، یا تو 4 ساعته تحلیل بکنی بری سراغ 15 دقیقه و بیای توی 1 دقیقه وارد معامله بشی، یا تو 5 دقیقه وارد معامله بشی. میگه ترتیب این تایم فریم برای کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن، مثلا ماهیانه، هفتگی، روزانه. برای معامله‌گران میان مدت هفتگی، روزانه 1 ساعته. برای معامله‌گران کوتاه مدت روزانه 1 ساعت 15 دقیقه یا روزانه 15 دقیقه 5 دقیقه. که حالا میگه نظر شخصی مدرسه که گفته روزانه، دیلی و 15 دقیقه و 5 دقیقه. بس که شخصیتتون داره دیگه بچه‌ها. من ایدئال ترینش رو توی 4 ساعت 15 دقیقه دیدم. تو 4 ساعت و 15 دقیقه در واقع تو 4 ساعت ساختار کلی رو نگاه میکنم، تو 15 دقیقه تاییدم میگیرم و تو 1 دقیقه وارد معامله میشم. در واقع تو 1 دقیقه هم تایید میگیرم ولی از 15 دقیقه هم کمک میگیرم. بعداً با هم دیگه بیشتر کار میکنیم اینا. میگه مدرس از ما میخواد ابتدا به تایم فریم بالاتر بریم، زونا رو مشخص بکنیم، سپس به تایم فریم پایین میایم، تو همون محدوده به دنبال زونهای جدید میگردیم تا پهنای زونمون کوچیک‌تر بشه.
سپس دوباره به تایم فریم پایینتر میریم و در سطح اشتراکی دو زون قبلی دوباره به دنبال زون میگردیم تا جایی که به کوچکترین و مطمئن‌ترین زون برای ورود به پوزیشن برسیم. یه سری مخفف داریم اینجا، میگه HTF میشه higher time frame، ITF intermediate time frame، یعنی این تایم میشه تایم فریم بالاتر، این تایم فریم بالا، تایم فریم میانی و تایم فریم پایین. پس چی شد؟ تایم فریم بالا بالاییه، میانی و پایینیه. مثال 4 ساعته، مثلا 4 ساعته 15 دقیقه، بعد 1 دقیقه. اینجا یه مثال آورده، نگاه کن. اومده گفته که در تایم فریم هفتگی مشخص کردن زونها، در تایم فریم هفتگی، تو تایم فریم هفتگی اومده زونها رو مشخص کرده. اینجا ما این اتفاق افتاده دیگه، یعنی بیس داریم ولی دیده نمیشه. تایم فریم هفتگی تایم فریم کوچیک‌تر دیده میشه، اومده خورده رفته بالا، اومده خورده رفته بالا. تو هر دو اینا حمایت شکل گرفته، یعنی اگه قیمت دوباره برگرده اینجا میتونه بره بالا، قیمت دوباره برگرده اینجا یا از بیاد به این محدوده میتونه بره بالا. اوکی، میایم اینا رو مشخص میکنیم تایم فریم هفتگی. پس روند کلیمون سعودیه دیگه. اوکی، این از این. حالا میایم تایم فریم روزانه. تایم فریم روزانه که بیایم، اینی که تو هفتگی بود بزرگ بود، این خب خیلی محدود بزرگیه، توی هفتگی خیلی استاپ لاسمون بزرگ میشه. نگاه نکنید اینجا انقدر استاپ لاس، این انقدر مثلا 3-4% تو کل اون حالا جفت ارزی که هستش ممکنه باشه، خیلی رد گندگیه. حالا میام توی روزانه. تو روزانه اون کندل بیس رو پیدا میکنیم، این کندل بیس دیگه، اون محدوده رو میکشیم. حالا دوباره میریم یه تایم فریم پایینتر، اومدیم تایم فریم 1 ساعته، دوباره تایم فریم 1 ساعته اون بیس تو اون بیسی که بود، بیس اون بیس رو پیدا میکنیم، کوچولوتره، میبینیم اینجا میشه اشتراک هر سه تا اینا میشه این محدوده، این میشه بهترین نقطه ورود ما. تمام شد رفت. پس بهترین نقطه ورودمون اینجوری پیدا میکنیم و بهینه تر. واقعا استاپ لاس الان دیگه خیلی کوچیک میشه، مثلا استاپ لاس اینقدر میشه، قبلا اینقدر بعد استاپ لاس میذاشتی، معقول نبود. بذارین که به این شکل و با رفتن به تایم فریم پایینتر انتخاب میشه، بهش میگن نستد زون، یعنی زون تو در تو، هی میایم پایینتر. تو آی سی تی هم بچه‌ها این شکلیه. اونجا به اصطلاح اینجا توی آر تی ام بهش میگن نستد زون، اونجا توی آی سی تی بعدا میخونیم که میگن به اصطلاح اون محدوده رو ریفاین میکنیم، اوردر بلاک که بعدا آشنا میشیم، اوردر بلاک رو ریفاین میکنیم، یعنی بهینش میکنیم، هی میایم تایم فریم پایینتر و میریم دقیق تر اون اوردر بلاک رو پیدا میکنیم، یا همون بیس. اینجا بیس، اونجا بهش میگن اوردر بلاک. تصمیم گیری راجع به ترید. یه جدولی آورده، جدول باحالیه. میگه چی میگه این جدول؟ 1 2 3 تا تایم فریم بررسی میکردیم دیگه. اینجا تایم فریم بالایی HTF، اینترمدیت و لوور، تایم فریم پایینی. میگه اگر تایم فریم بالاییت گفت روند صعودی آپ و تایم فریم پایین میان مدتت وسطیت هم گفت روند صعودیه و پایینی هم گفت روند صعودیه، توی محدوده تقاضا میخریم. یعنی تریدینگ دیسیژنمون چیه؟ تصمیم تریدمون چی میشه؟ میشه خرید. خب هر سه تاشون همجهتن دیگه، هر سه تاشون دارن میگن روند صعودیه بس بخر. میگه اگه تایم فریم بالاییت گفت بخر، روندش صعودی بود، تایم فریم وسطیت هم گفت بخر، ولی تایم فریم پایینت کوچولوه گفت روند نزولیه، چی کار بکن؟ میگه بخر، بای. اینه دیمنزون نست بیت در واقع ITF. میگه توی زون این تایم فریم میان مدت تو اون بیا بخر. اوکی، تایم فریم میان مدت. این خیلی حالت ایدئالیه بچه، چون موقع چرخشه، یعنی این آخریه هم الان قرار تغییر روند بده برسه به روند صعودی و نقطه چرخشه. اینجا ما بهترین تو این حالت، یعنی من بخوام یه دونه از اینا رو بگم ایدئاله، از همشون ایدئال تره اینه. بذار با
قرمز بزنیم. این خیلی حالت خفنیه، چون اون آخریه فکر کن روند کلی ما صعودیه، بعد این تایم فریم پایینمون این میان مدتمون نزولیه، بعد تایم فریم میان مدتمون صعودی شده، بعد الان این تایم فریم کوچولومونه، این اینجاست. خب قطعا نمیخواد دوباره رو به بالا بیاد دیگه، پس اینجا بهترین نقطه ورود ما میشه. یه شکل رو الان من کیس 2 رو اینجا شکلشو بکشم براتون. کیس 2 ببین یه روند صعودی داریم، روند بلند مدتمون، این روند میان مدتمونه که صعودی شده و این میشه اون کوتاه مدته که قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره این هم صعودی بشه. پس این میشه HTF ما، یعنی تایم فریم بالاییمون. این میشه ITF ما، یعنی تایم فریم میانیمون. و این کاش با 3 تا رنگشون میدادم. HTF رنگ قرمز. این میشه ITF مون، ITF. و این آخریه میشه LTF Lower Time Frame که اینجا دیگه اینم قراره صعودی بشه. بهترین نقطه ورود ما، یعنی خیلی نقطه ورود خفنیه. ولی تو حالت اول که همه صعودی بودن چه شکلی بود؟ نکن این اومده تایم فریم پایین اومده اینجا، این میان مدتمون مثلا باشه اومده صعود کرده و کلا روندش صعودی. میدونی اینجاها مثلا هر ستاش صعودی باشه، میدونی وسطای روندی، احتمالاً وسطای روندی خیلی ایدئال نمیشه، ولی بهترین و ایدئال ترینش هم کیس 2. تو حالت سوم میگه اگه بالا تایم فریم بالاتر میگفت صعودیه روند، وسطی میگفت نزولیه و کوچولو هم میگفت صعودیه. میگه صبر بکن تا این وسطی هم صعودی بشه، روندش به سمت، یعنی بگی بخر. این 3 تا کیس حالت خریدمون. بریم سراغ 3 تا کیس حالت نزولمون. میگه اگه 3 تاش نزولی بود توی منطقه عرضه بفروش، اگه 2 تای بالاتر نزولی بود پایینی گفت صعودیه، توی منطقه نست اونجایی که مثل همین تو منطقه زونای تو در تو بیا بفروش. و تو حالت آخر هم که میگه با صبر بکن. جدول باحال و کامله، یعنی یه دونه توی خریدا، بذار اینو این شکلی بکشم، توی خریدا این خیلی مهمه، تو فروش ها این خیلی ایدئاله. میگه گفتیم که بهتر از ابتدا به تایم فریم بزرگتر نگاه بکنیم و جهت کلی بازار رو بفهمیم، سپس به تایم فریم های پایین‌تر اومده و تحلیل و ترید بکنیم. حال می‌خوایم به یک استراتژی مشخص از تصمیم گیری خود برای ترید روی یک سهام یا جفت ارز برسیم. این استراتژی ها در جدول بالا اومده. ببین خیلی قشنگه دیگه، یعنی 6 تا حالت مختلف واسه تصور کرده، گفت تو هر کدوم چیکار بکن. منم بهت گفتم 2 تا از بهتریناشون 2 تا. اینا دیگه همین توضیحات اینو داده. میرسیم به بخش بعدی، بهبودن‌های کلیدی. کی انهانسر. قبلا گفتیم که هر زونی که پیدا میکنیم قابلیت معامله کردن و ورود رو نداره. خیلی منطقی هم هست. چرا؟ نگاه کن، یه وقتی از شما یه بیسی پیدا میکنی، بذار ببینم توی این شکل چیزی هست. آره مثلا بذار اینا ببین روند کلیمون چی بود؟ نه روند کلیمونی که صعودیه دیگه، یعنی روند صعودی آپ، روندمون صعودیه. وقتی روند صعودیه
یه تایم فریم بیایم پایینتر، مثلا تایم فریم روزانه، اگر ما به بیس برسیم انتظار نداریم که بازار از اونجا برگرده. هر بیسی ما اینجا معامله نمی‌کنیم. این بیس نکن رسیده بهش چه اتفاقی افتاده، یه ذره اومده پایین دوباره رفته بالا، شیکونده بیس، دوباره این بیس رسیده بهش، ببین چه اتفاقی افتاده، اصلا نادیده گرفته رفته بالا، ولی تو برگشتش ببین تو برگشتش چقدر قشنگ عمل کرد. تو برگشتش به این بیس اینجا عمل کرده. یعنی وقتی که تو رفتش نادیده گرفته میشه، تو برگشتش اتفاقا دیده گرفته میشه. پس بذار من اینم بکشم. چون روان سعودی می باشد، این بیس ها کار نمی کنند. چون اگه میخواست بیاد اینجا بریزه که نمیشه، روند کلیمون سعودیه. یه وقتی از بیس سعودیمون هم کار نمیکنه بچه ها. مثلا نگاه کنید اینجا ما الان این بیس ساخته شده، خب ممکنه بیاد اینجا اینو بشکنه بره از این پایینتره بیاد بالا. خب کسی نمیتونه بگه دقیقاً از تو کدوم بیس قراره بیاد بالا. بعد منتظر بشیم واکنش قیمت رو ببینیم که کجا قیمت واکنش بهش نشون میده، تو کدومش ایدئاله. تو هر کدوم که ایدئال بود ما وارد پوزیشن میشیم. خب اینجا میگه که این حصرها شاخص هایی هستن که ما کمک میکنن تا زون های قدرتمند رو شناسایی کنیم. اینجا اومده 8 تا شاخصه رو گفته که میتونیم اون زون رو جزو زون هایی قرار بدیم که آقا ارزشمند هست، یعنی ارزش ورود داره یا نداره. کار خوبی هم کرده. 8 تا اینجا گفته. توی آی سی تی هم همینه. شما مثلا میخواید یه اوردر بلاک رو جزو در واقع اوردر بلاک هایی بذاری که ارزش ورود داره، میای چند تا پارامتر رو بررسی میکنی. میگه آقا این اوردر بلاک مثلا FVG ساخته، خب اوردر بلاک خوبیه. این اوردر بلاک در جهت رونده. این اوردر بلاک مثلا مثل اینجا یک کندله، تک کندله. این اوردر بلاک باعث شکست ساختار شده. خب اینا رو تو آی سی تی با هم دیگه میخونیم. میگم شبیه همن کلا سبکا، فقط یه سری نکات مختلفی دارن که خیلی خوبه که آدم استخراج بکنه اون نکات رو. ببین اگه شما بخوای از تمام سبکا همه چیشو در بیاری، همه چیشو استفاده بکنی، اصلا گیج میشی. استفاده نباید بکنی، باید بلد باشی، ولی استفاده کردنش خیلی به کار نمیاد. باید اون چیزایی که مهمه به درد میخوره از هر سبکو برداریم، که من دقیقاً همین کارو میخوام بکنم. خب میگه برای محک زدن اون قدرت زون این 8 تا رو میایم با هم دیگه بررسی میکنیم. اولی نوع کندل بیسمون، دومی جهش قیمت، یعنی چقدر اون بیس ما تونسته قیمت رو پرتاب بکنه، سومی زمان ماندن قیمت در زون، یعنی هر چی زمان کمتر باشه سریع تکلیف مشخص بشه تو اون بیس. گفتم قبلا بهتون دیگه، خب اون زون خیلی قدرتمندیه، بیس قدرتمندتریه. زمان دور ماندن قیمت از زون، یعنی اگه یه بیسی بود مثلا از الان پرتاب کرد قیمت رو، مثلا 3 سال دیگه برگشت بهش، خیلی اهمیتی نداره. خب دیگه بستگی به اون تایم فریم باید یه حدی بگذره. مثلا تایم فریم چون هم 1 ساعت هست، باید 1-2 روز بگذره. 100 تا کندل به طور مثال مثلا بگذره ازش. فرش بودن زون، دست نخورده بودنش که گفتیم بهتون، وجود گپ باعث ایجاد گپ بشه، تحلیل تایم فریم بالاتر، یعنی هم جهت باشه ترجیحاً به اون، و هشمی هم تو در تو بودن زون که اینم بررسی میکنیم. نوع کندل بیس، میگه کندل های بیس نقش مهمی در ارتباط زون دارن. بیس ها محل درگیری خریداران و فروشندگان و محل چرخش بازاره. حال میخوایم ببینیم کدام بیس ها برای ما زون خوبی هستن، برای زون ما خوب هستن در واقع. میگه در میان کندل های بیس آنهایی که کوتاه ترن مناسب ترن. گفتم تک کندل ترجیح باشه خیلی خوبه. کوتاه ترن میشه NRC نرو، اسمش مهم نیست یاد بگیری. و آنهایی که شادوهای بلندی دارن مناسب نیستن، یعنی هرچی بیس شادوش کمتر باشه، یعنی این حالتی باشه، ایدئال ترین حالت بیس ما همچین چیزیه. حتی از اینم چیزتر
این بیس ایدئالیه، بدنش کوچیک. میگه یکی از دلایلش اینه که در ERC ها SL ما بیشتر میشه، اونایی که شادوشون بلنده ERC بودن، در نتیجه ریسک ما افزایش پیدا میکنه. هر چقدر تعداد کندل های بیس بیشتر باشه، آن زون اعتبارش کمتر خواهد شد، چون زونی قوی است که سریعا مثل توپ قیمت رو به بالا پرتاب بکنه. گفتم تکلیف باید سریع مشخص بشه تو اون زون. اگه خیلی طول بکشه یعنی قدرت ها تقریبا برابر بوده و اجازه خودنمایی قیمت دارا محدوده را ندهد. یعنی فروشندگان خدماتی که در آن زون کمین کردن و پندینگ اوردر گذاشتن بسیار قوی باشن. نکته: بهتر است اگر 4 یا بیش از آن کندل بیس وجود داشت، آن زون رو رد کنیم و معامله نکنیم. این کندل بیس هم از 4 تا گذشت، میگه اصلا بی خیالش بشو. اینجا رو مثلا نگاه کنید، تو اینجا ما 3 تا کندل بیس داریم، خوب بوده. وقتی که منطقه زون رو میکشیم، وقتی اومده رسیده بهش رفته بالا. یه چیز دیگه هم بگم، خیلی مهمه که چی جوری برمیگرده به اون بیسا. این پرتاب کرده قیمتو توی مثلا 3 تا کندل، قیمت اینقدر رفته بالا. حالا اینجا توی 10 تا کندل برگشته، یعنی توی فرض بکن تایم فریم 1 ساعت، تو 3 ساعت رفته مسیر رو، تو 10 ساعت برگشته. خب مشخصه قدرت دست خریداراست، یعنی مسیر رفتش 3 ساعت طول کشیده، برگشتش 10 ساعت. پس طبیعتا متوجه میشیم قیمت دست خریدارانه. در سمت راست یک کندل ERC مشاهده کنیم، این بیسه. خب اینم بیسه، ولی ببین چقدر شادوش بلنده و چه زون بزرگی میشه. نه اینکه عمل نکنه، عمل کرده ولی ریس به ریواردش نمیچربه. ببین اینجا نقطه ورود باشه، اینقدر استاپ توه، منطقی نیست. پس بی خیالش بشو. اگر هم خواستی ورود بکنی، بیا منطقه 50% شادوش رو در نظر بگیر، اینجا پندینگ اوردر بذار، از اینجا استاپو بذار حداقل اگر خواستی وارد بشی. این ولی بیس خوبیه. از اینجا رسید دقیقاً به این استاپ لاست انقدر میشه، پشت همین بیس و رو به بالا. خیلی منطقی تر و معقول تره. میگه سمت راست یه دونه ERC داریم، شادوش بلنده، ریسکمون زیاد میشه و زون ما نامناسبه. ممکن است کسی بگوید نگاه کن، قیمت با یک کندل به بالا پرتاب شده و این خوب است، اما اصلا اینطور نیست. درست است که قیمت با یک کندل به بالا پرتاب شده، اما به چه شکلی؟ شادوهای بلند کندل به ما میگویند که در تمام طول مسیر یک جنگ بین خریداران و فروشندگان وجود داشته. پس زون ما عملاً ناحیه آتشینی نبوده که قیمت در مدت زمان کوتاهی بیدرنگ به بالا پرتاب بکنه. خیلی نکته مهمیه. یه وقتی هست یه بیسی، مثلا این بیس میاد چیکار میکنه؟ بعدش یه کندل فول بادی سبز تشکیل میشه. خب یعنی اصلا بی برو برگرد قیمت دست خریدارانه. ولی اگه قرار باشه شادو داشته باشه، حالا چه به بالا چه به پایین، یعنی هنوزم تکلیف اونقدر هم مشخص نشده، یک کلام نیست. به هر حال هنوز فروشنده ها دارن میجنگن. اگه قرار بود 100% تکلیف مشخص بشه، این دیگه نباید شادو میداشت، باید یک کندل بیس، خیلی یک کندل سعودی بزرگ و قوی فول بادی میزد. این ایدئال ترین حالت ماه. در این دو شکل هم اگر قیمت به زون با واکنش شده به سمت بالا رفته اتفاقی بوده، وگرنه در تعداد بالا اگر ما بر اساس این بیس ها معامله کنیم قطعا ضرر خواهیم کرد. چرا میگه؟ ببین خودش اینجا گفتم نشون داده که رفته بالا و منم گفتم میره بالا، نه اینکه نره بالا. به خاطر اصلا کاری به این کندل ندارم، من با این کندل کار دارم، با این نحوه برگشتشون کار دارم. تو اینم همینطور. درسته یه سری پارامترها هست که شما اونا رو هم باید بررسی بکنید. این یه نقطه ضعفی داره ولی یه نقطه قوتی هم داره. نقطه ضعف این چیه؟ نقطه ضعفش اینه که این کندل پرتابی من یه شادو بالا داره، یه شادو پایین داره. کندل بعدیش قرمزه، کندل بعدیش درست سبز، اونم باز شادو داره. اما تو ببین نحوه برگشتش به این بیس چجوریه. خیلی آروم برگشته به این بیس، یعنی عملا کل اینا تو دل همین کندله تقریبا. چون انقدر آروم برگشته به این محدوده بیس، پس ما میتونیم اینجا معامله خریدمون رو باز بکنیم. نمیگم اندازه اون حالتی که این شادو نداشت میتونیم ریس بکنیم، نه. مثلا اگه تو اون حالت 2% سرمایه تو 3% رو ریس میکردی، الان بیاد 1.5% 1% رو ریس بکن، ولی به هر حال معامله رو از دست نده، چون احتمال اینکه بره بالا زیاده. تو اینم همینطور. اینجا کندل بیسمون درست شادو داره ولی بازم تقریبا میشه گفت شل برگشته به این ناحیه. وقتی من اسم این استراتژی رو میزنم صفر شل، که حالا تو RTM میخونید بهش میگیم CP، یعنی با فشردگی برگشته، با کامپرشن برگشته. اینجا خیلی قوی قیمت رفته بالا و خیلی آروم برگشته پایین. این قدرت دست خریداراست دیگه.
حالا باز اینجا نسبت به اینجا خیلی هم آروم برنگشته، باز صفر برگشته، ولی به هر حال نسبت تعدادی و زمانی در نظر بگیری آرومتر برگشته. مورد دوم، جهش قیمت یا دیپارچر. میگه جهش قیمت در زون نیز یکی از شاخصهای قدرتمند بودن زونه. هر وقت دیدیم که قیمت با کندل‌های مومنتومی و بلند از زون ما خارج شد و یک روند نزولی را سوری قبیل پیش گرفت، میتونیم بگیم که زون ما اعتبار بالایی داره. ببین گفته در شکل سمت چپ با اینکه کندل ERC داشتیم، یعنی کندل با شادو داشتیم، اما مومنتوم قیمت هنگام خروج از زون بالا بوده. یه بیس اینجا داشتیم و این بادی این کندل خیلی بزرگه نسبت به کندل‌های دیگه. حالا درسته بالا شادو هم داره، پایینش هم شادو داره کوچولو، ولی خب نسبت بادی به شادو خیلی زیادتره. در کل بادی خوبی داره دیگه، یعنی پرتاب خوبی داشته قیمت. پس نتیجه میگیریم که زون معتبر و قدرتمندی اینجا، با اینکه ERC بود، شادو داشت. پس صبر میکنیم که قیمت بهش برسه. بازم نگاه کنید قیمت چجوری بهش رسیده. قیمت شل بهش رسیده. انگار ببین این مسیر رو با 4 تا دونه کندل رفته، حالا از اینجا تا اینجا رو با چند تا کندل برگشته. توی فرض کنید این کندل هم 15 دقیقه است. خب توی 1 ساعت اومده توی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 تا کندل 27 تا کندل طول کشیده بر 27 تا 15 دقیقه. 20 تا 15 دقیقه 2 تا 15 میشه نیم ساعت، 300 دقیقه 7 تا 15 دقیقه هم حساب بکنیم 4 تاش میشه 1 ساعت، یعنی 1 ساعت 300 1 ساعت و 300 دقیقه با 2 تا با 3 تا 15 دقیقه دیگه این همه زمان طول کشیده برگرده. خب یعنی اصلا جون نداشته برگرده، ولی خیلی قدرتمند ریخته. خب مشخص قدرت دست فروشنده هاست، پس احتمال قریب به یقین وقتی برسه به اینجا میریزه. این چیزی که دارم بهتون میگم، استراتژی که سفت میاد شل برمیگرده، گفتم بهش میگم سفت شل، این خیلی چیز قدرتمندیه، دیدگاه قدرتمندیه، دیدگاه قدرتمندی. این دیدگاه رو همیشه داشته باشید تو هر چیزی. یا اینجا ببین قدرت پرتابو، اینجا حالا بیس ما دیده نمیشه، ببین تایم فریم کوچیک‌تر، این صاف اومده برگشته، ولی قدرت پرتابش چه خوب بوده، چه پرتابی داشته، خیلی عالی بوده دیگه. پس وقتی برگرده به اینجا دوباره میتونه بریزه. میگه نکته، ما تلاش میکنیم زونهایی رو انتخاب کنیم که کی این هنسر یا همون شاخصهای کلیدی زیادی داشته باشه، یعنی کندل بیس خوبی داشته باشه، قدرت پرتاب یا دیپارچر خوبی داشته باشه، جهش خوبی داشته باشه و بقیه چیزا. مثلا اگه به هر کدوم از اینا بخوایم ما یک امتیازی بدیم، نه فرض کنید هر کدوم از اینا رو داشته باشه مثبت 1، بیایم اونی رو ترید بکنیم که از این 8 تا مثلا مثبت 5 بگیره، یعنی از نصف بیشتر چیز در واقع این شاخص ها رو داشته باشه، یعنی مثبت 5 شد ما ترید میکنیم. ممکن است بگویید که نگاه کن کجا، اینجا که خوندیم، هیچگاه به خاطر وجود یک شاخص نمیگوییم زون قابل تریده و یا به دلیل نداشتن یک شاخص اون رو رد نمیکنیم، بلکه مجموعی از شاخص ها رو در نظر میگیریم و تصمیم گیری میکنیم. اون چیزی که گفتم، یعنی امتیاز میدیم به اون زون. میاد موضوع بعدی، میگه که این هنسر 2 نقطه شاخص کلیدی دوم bad departure، یعنی جهش بدی داشته، یعنی جهشش قدرتمند نبوده، میخواد اینو بررسی بکنه. الان مثلا این کندل بیس رو ببین، یه کندل اینجا، یه کندل اینجا اومده، خیلی جهش قدرتمندی نداشته، خیلی جهش قدرتمندی. مثلا این کندل بیس رو ببین، یه دونه کندل خوب زده ولی خیلی شل رفته بالا دیگه، خیلی پرتاب خوبی نداشته، پس خیلی نمیتونیم روی این زونا حساب بکنیم. میگه اگر قیمت با یک کندل با یک کندل مومنتوم و قوی از اون خارج بشه ولی بعدش یک کندل بیس تشکیل بده، دیگر جهش خوبی برای ما حساب نمیشه، در نظرش نمیگیریم، دیگه. اومده اینجا رو نگاه کن، مثلا یه کندل بیس داشتیم، اومده خوب پرتاب شده و دوباره یک کندل بیس تشکیل داده، حالا ریخته ها، ولی دیگه این واسه ما ارزش خاصی نداره. چرا؟ چون
دوباره اینجا تکلیف بر این شد که آقا بریزه دیگه، انگار تکلیف مشخص شد که قدرت دست فروشنده است. ولی دوباره اینجا یه جنگی شده بینشون، یعنی انگار هنوز بازم تکلیف مشخص نشده، هنوز درگیری هست و اینم پرتاب خوبی نداشته. اومده دوباره اینجا یه بیس داریم. اینا منطقی نیست، یعنی خیلی زون قوی حساب نمیشه. یا اینجا یه پرتاب خوبی داشته، بعد اینجا کلی اصلا چیه این چرت و پرت، یه فشردگی قیمتی و حرکتی داریم اینجا. دیپارچر خوب باید دو سه تا کندل قوی مومنتوم و متوالی هنگام خروج از زون تشکیل بده. در شکل سمت چپ مشکل وجود کندل بیس بعد از اولین کندل مومنتوم. میگه این بیس ما بود، بیس اولمون، این پرتابش خوب بود، ولی این بیس که تشکیل شد مشکل اینه، مشکل ما اینه. در شکل سمت راست هم کامپرشن یا همون سی پی که بهتون گفتم یا فشردگی رو که بعداً راجبش صحبت میکنیم. سومین مورد زمان ماندن قیمت در زون، با هم دیگه صحبت کردیم راجبش. هرچه قیمت مدت زمانی کمتر تو زون بمونه نشون دهنده اینه که زون ما پندینگ اوردر یعنی از قبل سفارش‌ها رو گذاشته اونجا کاشتن، تو لحظه ای که میرسه اونجا باز نمیکنن، از قبل گذاشتن. پندینگ اوردرهای زیاده وجود داره و قدرت خریداران یا فروشندگان در ناحیه زیاده که اجازه خودنمایی به قیمتون نداده و اونو به بیرون از زون هل داده. برعکس هرچه قیمت مدت زمان بیشتری را در زون بماند نشان دهنده کم بودن اوردرها و ضعف فروشندگان یا خریداران کمین کرده در ناحیه رو نشون میده که در نتیجه ضعیف بودن زون ما در واقع هستش. خب ببین این زون قویه. چرا؟ چون تا قیمت اومده بهش رسیده سریع رفته بالا. ولی اگر ما بخوایم این بیس رو اینو کلا یه بیس در نظر بگیریم، این کلی قیمت توش مونده، درسته پرتاب شده، ولی اینجا دیگه واسه ما بیس ارزشمند نیست. بیس ارزشمند اینه، یعنی قیمت احتمالاً میاد کل پولایی که بهش میگن لیکویدیتی، بعدن تو آی سی تی میخونیم، کل پولایی که پشت اینم هست استاپ لاس رو جمع میکنه اینجا میره بالا. خیلی‌ها فکر میکنن مثلا قیمت وقتی به اینجا برسه ممکنه بره، ولی ببین قیمت زیاد تو این محدوده مونده، ارزشی نداره، میاد از این پایینی احتمالاً میره بالا. یا اینجا قیمت اومده سریع ریخته، یعنی سریع تکلیفش مشخص شده و قوی هم ریخته. اینجا یه بیس خیلی کوچولویی داریم و اینطوری نبوده قیمت مدت زمان زیادی اونجا بمونه. داره همینا رو میگه. پرتابش هم که خوب بوده. شاخص کلیدی سوم یه شکلی داریم اینجا. ببین این چند تا کندل بیس داریم ما، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا کندل بیس داریم. گفت اصلا بالای 4 تا رو دیگه بیخیال شو، اینجا 9 تا کندل بیس داریم. خب این همه مدت زمان قیمت یه جا گیر کرده، این همه تایم بوده که قیمت یه جا گیر کرده و رفته بالا. این بیس ما بیس ارزشمندی نیست، یعنی قیمت که دوباره برگرده بهش احتمال اینکه پرتش بکنه کمه. شاید یه واکنشی بده، مثلا بیاد اینجا یه ذره بره بالا، ولی پرتاب خوبی احتمالاً ازش نخواهیم دید. یا اینجا این همه کندل بیس داریم اومده، حتی ببین حتی با اینکه با فشردگی شل رفته قیمت به این رسیده، باز اهمیتی نداره، ردش کرده. به جای اینکه بیاد از اینجا یهو بریزه اصلا ردش کرده، با اینکه با فشردگی رفته، با اینکه با فشردگی رفته. سی پی بعدم میخونیم. این هم داره توضیحات همینو میده. مورد چهارم، فاصله گرفتن قیمت از زون. یعنی چقدر قیمت از اون زون فاصله گرفته؟ قیمت پس از ساختن زون هر چقدر از آن بیشتر فاصله بگیره، زون ما قوی تر خواهد بود. حداقل فاصله که قیمت بعد از زون ما داشته باشه 3 تا 5 برابر میزان ریسک ماست. حالا میگه نظر مدرس 5 تا 10 برابر. اگر قیمت بیشتر از این مقدار از زون دور نشده بود، ترید کردن در آن زون منطقی نخواهد بود. الان نگاه کن، این بیس ماه، این همه پرتاب کرده، اینو باز شده این همه پرتاب بشه. خب طبیعتا بیس خفنیه دیگه. ولی اگه مثلا بیسمون انقدر پرتاب کرده باشه، سری بعد که بهش برسه، خب مثلا تو تیپی تو میخوای بذاری اینجا، منطقی نیست، کوچولو میشه. انقدر استاپ لاس داری، انقدر تیپی داری، 1 به 2 میده. ولی وقتی انقدر پرتاب کرده، تارگت ما از اینجا اگه برگرده، تارگت ما میشه این سقف. اوکی، اینجا میشه تیپی. بذار من بکشم کامل برات. اگر قیمت
برگرده از اینجا برسه به این محدوده. ما چیکار میکنیم؟ ما نقطه ورودمون روی این محدوده هستش، یه استاپ لاس اینجا میذاریم یه کوچولو پایین تر از اون و تارگتمون میشه این سقف. تارگتمون میشه این سقفی که اینجا هست. تارگت نهاییمون البته تیپی اولمون طبیعتا یه جای دیگه میشه. مثلا تیپی یکمون میتونه اینجا باشه، تیپی یک، و اون بالا میشه تیپی دو. شاید بد نوشتم. تیپی یک، تیپی دو. مثلا آرباری هم که بهمون میده آربار خوبه دیگه، 1/5 هست حداقل. خب این معامله جذابیه، ولی اگه تا اینجا پرتاب میشد آرباری مثلا 1/2 میداد، معقول نبود نسبت به این، نه اینکه نگیریمش، نسبت به این. خب میبینیم که قیمت پس از ساختن از اون تا کجا فاصله گرفته. حداقل 10 برابر میزان ریسک ما از اون دور شده. منظورش اینه که آربارش 10، من اینجا حالا 5 مثلا نوشتم. در نتیجه این یک زون قدرتمنده. البته اگر تا خط زرد رنگم میرفت، یعنی اینجا میگه میپذیرفتیم چون آنجا 5 برابر میزان ریسک ماست، از اون آربار 5 میداد. من استاپو بزرگتر از این مقدار در نظر گرفتم. این از اینجا تا اینجا رو با این استاپ لاس 1/5 تقریبا. بله درست. تا اون بالا میشه 1/10. 5 هم حتی بکنیم 10 معقول تره. خب اینجا هم داریم میبینیم که به چه صورت بوده دیگه. اینجا ما یه بیسی داشتیم، پرتابش خوب بوده، ولی خب اینجا یه بیس دوباره تشکیل شده اومده، اینقدر قیمت پرت شده و وقتی قیمت میرسه بهش، ببین با فشردگی هم تازه نرسیده بهش، تیز رفته. خب یه ذره میاد پایین دوباره میره بالا. مثلا قرار نیست این سری پرتاب خاصی داشته باشه. این خوبه، این بده. خب این بچه این توضیحات، ببین اینجا میگه در شکل سمت راست فعلا، این توضیحات مربوط به اینا، مربوط به این نیست. خب حواستون باشه، فکر نکنید داره راجع به اون میگه سمت راستی خوبه. میگه در شکل سمت راست در شکل سمت راست میگه چه ریسک ما و چه حالا ویک تو ویک که نوشته ویک تو بادی، میگه خلاصه قیمت به اندازه که میخواستیم دور شده ازش و بیسمونم پرتاب خوبی داشته، مدت زمان موندن تو بیسم کوتاهه. میگه وقتی که رسیده بهش واکنش خوبی داشته. حالا این سمت راست ادامه شکل رو نکشیده، ولی میگه چپیه راست، میگه چپیه نکن، بیس پرتاب بدی نداشته ولی کلا انقدر دور شده دوباره رسیده بهش، تا اینجا رفته اصلا بعد تا اینجا میومد میریخت، در صورتی که وقتی رسیده اینجا یه ذره دوباره اومده پایین، دوباره ادامه مسیر. خیلی بیس جذابی واسه ما نیستش. مورد پنجم، فرش بودن زون یا تازه بودن زون، دست نخورده بودنش. ما همیشه دنبال ترید در زون‌های فرش هستیم، یعنی اولین بار فرست تایم بک وقتی که قیمت به اونجا میرسه ما تریدش میکنیم. میگه همیشه در فرست تایم بک وین ریتمون بیشتر از سکند تایم بک یا ترد تایم بک هستش. اینجا رو ببینید، یه بیسی داشتیم پرتاب قیمتی، وقتی قیمت دوباره رسیده بهش میشه بار اول فرست تایم بک به این زون رسیده، به این بیس رسیده، یه پرتاب خوبی داریم. سری دوم که میرسه حالا یه پرتابی داریم ولی احتمالش اصلا سری دوم بیاد ردش بکنه. خب مهم برای ما همون فرست تایم بک، بار اولی که قیمت به اون محدوده میرسه.
میگه به محض رخ دادن فرست تایم بک زونمون از فرش بودن خارج میشه، یه بار دست خورده دیگه، یه بار قیمت بهش رسیده. حواستون باشه بچه اینو فرست تایم بک در نظر نگیرید. داریم میگیم فرست تایم بک، این اولین باری که اصلا یه چیزی رخ داده، بر نگشته به اینکه این یه چیزی نبوده که قیمت برگرده، این اینجا تازه شروع شده، شکل گرفته. فرست تایم بکمون میشه همون که نوشته FTB. مورد ششم وجود گپ. وجود گپ در ساختار رایلبرس دراپ و فلان اینا به ما از وجود یک زون پرقدرت خبر میده. میگه وقتی یه زونی شما داری و باعث ایجاد گپ میشه، گپ کی به وجود میاد؟ وقتی که قدرت انقدر زیاد باشه که اصلا توی حالا ICT بهش میگیم FVG Fair Value Gap، انقدر زیاد باشه که خیلی از سفارشات اصلا فیل نشه، پر نشه. ببین اینجا یه بیسی داریم، قیمت یه جوری رو پرتاب کرده که اصلا این وسط مثلا خالی، یعنی اصلا فرصت خریدم حتی نبوده، درسته؟ قیمت مثلا چی نبوده، پرتاب شده سریع رفته بالا. پس وقتی قیمت برگرده به این میاد چیکار میکنه؟ میاد دوباره روی بالا حرکت میکنه. اینجا هم همینطوری یه بیسی داشتیم، دو تا کندل شروع شده و یه گپ ایجاد کرده واسه ما، یه فاصله خالی ایجاد کرده، بعد قیمت برگشته بهش، دوباره ریخته. قیمت دو سری برگشته. نکنید بچه‌ها، یه بار اومده با این کندل اینو پرش کرده و یه بار اومده با این پین بار رسیده به این بیس و پرتاب نهایی شکل گرفته. کلا گپ ها گفتم بهتون باید پر بشن. مورد هفتم تحلیل تایم فریم بالاتر. قبلا بررسی کردیم توی اون جدوله که باید هم جهت باشه. مورد هشتم زون تو در تو که میایم از تایم فریم بالاتر میایم پایین و زون ها رو مشخص میکنیم. الان کوچکترین زونمون مثلا اشتراکشون میشه این زون و ما تو این زون معامله خرید میکنیم به این صورت. نکته نهایی بهتر است، بذار این متن بالاش هم بخونیم. میگه همه مطلبی که قبلا بهش اشاره شد، زونی که از وجه اشتراک زون ها در چند تایم فریم به دست اومده باشد قدرتمند است. در اینجا قیمت به زون میانی ما واکنش نشون داده، ولی به زون نهایی ما که وجه اشتراک سه تایم فریم نرسیده. این وجه اشتراک سه تاشونه، این به این نرسیده قیمت. میگه حالا باید چی کار بکنیم؟ هیچی، صبر میکنیم تا قیمت در برگشت بالاخره به زون نهاییمون برسه، بهش واکنش بده. بچه همیشه هم حالا اینطوری نیست قیمت به اون زون نهایی برسه. خب یه وقتی هست فشار خرید اصلا انقدر زیاده به این زون میانی یا اصلا اون زون بالایی میرسه، از همونجا میره بالا. حالا شما باید بستگی به میزان ریسکتون بیاید اینجا ورود بکنید. که من توی مدیریت سرمایه یه بخشی از دوره مدیریت سرمایه حرفه‌ای، فوق‌العاده حرفه‌ایه که اصلا در هیچ جای ایران نمی‌بینید چنین حالت مدیریت سرمایه‌ای که میخوام بهتون بگم. ورود پله‌ای، فروش پله‌ای، همه چیزو کامل و 0 تا 100 بهتون میگم توی مدیریت سرمایه. اینجا ایدئال ترین کار میدونید چی بود؟ فرض بکنید ما میخوایم اینجا ورود بزنیم. بهترین کار اینه اینجا مثلا فرض کن کلا شما میخواید 1/10 لات ورود بزنید. بعدا میخونیم که لات چیه، 1/10 چقدره، اینا رو همه رو با هم میخونیم. اینجا من میام از کل 1/10 لاتی که بذار با 10 لات مثال بزنم اشترینش راحت باشه. فرض کنید 10 لات کلا میخوایم وارد بشیم، کلا توی این محدوده ما 10 لات قراره وارد بشیم. بهترین کار اینه توی اینجا، توی این محدوده، چون استاپمون بزرگه، حجم کمتری رو وارد بکنیم. مثلا 2 لات. چی شد؟ اینجا توی این نقطه، اینجا ما 2 لات وارد میشیم. نقطه ورود بعدی میشه زون بعدی، اینجا میایم چون استاپمون کوچیک‌تر میشه. ببین استاپمون از حالت قبلی کوچیک‌تر میشه دیگه. استاپمون کوچیک‌تر میشه، 4 لات مثلا وارد معامله میشیم و در نهایت وقتی به زون پایانیمون برسه، به اینجا برسه، ما اینجا 6 لات وارد معامله میشیم. ببین کل 10 لات وارد شدیم ولی پله پله. چرا اینجا 6 لات اصلا بیشتر وارد شدیم؟ چون استاپ لاسمون کوچیک‌تره. من اگه می‌خواستم 6 لات اون بالا وارد بشم، ضرر من خیلی بیشتر از این حالت میشد. و این چرا اصلا پله‌ای وارد شدیم؟ به خاطر اینکه اگر قیمت از اینجا رفت بالا، این سودو بالاخره از دست ندیم، یه بخشی از سودو بگیریم با همون دولات. خب اگه همه‌شو می‌خواستیم، آقا شاید یکیتون بگه آقا خب کل 10 لات اینجا وارد می‌شدیم، هم حساب کلشون کوچیک‌تر بود، همین که کلی سود می‌کردیم. آره ولی دنیای احتمالاته بچه‌ها. دنیای ترید دنیای احتمالاته. ممکن بود اصلا نیاد به اینجا برگرده. اون موقع
اصلا معاملاتت فعال نمیشد. ولی اینجا حداقلش اینه که این دولت رو گرفتی، اینقدر با دولت گرفتی دیگه، حالا یه بخشی یه سود ریزی کردی. خیلی خوبه این. میگه نکته نهایی بهتر است به هر کدام از این 8 شاخص که معرفی شد یک امتیاز بدیم. چه جالب، گفته امتیاز بدیم. من باید این چیزو پیدا بکنم. مثلا هر کدوم یک امتیاز و برای هر زونی که انتخاب میکنیم این مجموعاً چند امتیاز جمع میشه. اگه امتیاز آن زون از نصف بالاتر باشه، منم همینو گفتم اگه 5 به بالا بود، مثبت 5 بود که میشه نصف بیشتر، چون کلا 8 بود، برای معامله اون انتخاب میکنیم. همچنین میتونیم برای هر شاخص 3 امتیاز در نظر بگیریم و در صورت ایدئال بودن آن شاخص به آن 3 امتیاز بدهیم و اگر معمولی بود 1 امتیاز بدیم و به این ترتیب زونها رو امتیازی بکنیم. اینم باحاله. ببین 8 تا شاخص داشتیم ما دیگه، هر کدوم از اون شاخص ها رو هم ما از 1 تا 3 بهش امتیاز میدیم. خب یعنی 1 2 3. مثلا اون شاخصه من مثلا خیلی بد بود، شاخص من اوکی بود، بد نبود، شاخص من ایدئال بود. مثلا توی فرش بودن زون اگر FTB بود، مثلا اولین بار بود که قیمت بهش برمیگشت، ما میایم 3 بهش میدیم، ایدئاله. اگر second time back بود ما میایم امتیاز 2 بهش میدیم و اگر third time back بود میایم امتیاز 1 بهش میدیم، یعنی افتضاحه. حالا ما 8 تا شاخص داشتیم دیگه، 1 2 3 8 تا شاخص بود. این 8 تا ماکسیمم امتیازشون چقدر میشه؟ اگه همشون 3 امتیاز بگیرن میشه 3 ضرب در 8 دیگه، یعنی 24 امتیاز. نصف بیشترش یعنی بیشتر از 12 تا، یعنی از 13 امتیاز بیشتر بود تو میتونی وارد معامله بشی. یه مثال دیگه بزنم، مثلا بخوایم 1 تا 3 امتیاز بدیم، چیزای مثلا همین زون تو در تو. خب اگر به این سطح بالایی رسید، از اونجا خواستیم معامله وارد بشیم، 1 امتیاز بهش میدیم. اگر این سطح وسطیه بود، زون وسطیه بود، 2 امتیاز میدیم. آخری 3 امتیاز میدیم، چون استاپاسش از همون کوچیک‌تره. ببین دوباره 1 تا 3 میتونیم به هر کدوم امتیاز بدیم. در کل 24 امتیاز داریم دیگه. یا تحلیل تایم فریم بالاتر که چی؟ گپ. اگر گپ ما اینقدر بود 1 امتیاز، اگر اینقدر بود مثلا 2 امتیاز، خیلی بزرگ بود گپمون 3 امتیاز بهش میدیم. بستگی به گپمون داره. دیگه فرش بودن هم که گفتم چجوری بررسیش میکنیم. فاصله گرفتن قیمت که بازم میتونید امتیاز بدید دیگه، چقدر قیمت فاصله گرفته، کم، متوسط، زیاد، هر کدوم از اینا 1 تا 3 میتونید امتیاز بدید. اینم خوندیم. یه خلاصه تیتفار از مطالب گفته شدم که میشه این 8 تا. 2 نوع اساسی کندل های مومنتوم و بیس بودن. حمایت و مقاومت ها رو خوندیم، مینور و ماژور. نحوه کشیدن خطوط روند خوندیم، ساختارها رو خوندیم، راری بیس دراپ و دراپ بیس رالی و اینا. نحوه ترسیم زون رو با هم یاد گرفتیم، زون ها رو با هم دیگه تونستیم پیدا بکنیم، زون های اتنتیک یا اورجینال، زون های فرش یا دست نخورده، زون های ریاکشن، یعنی اونایی که مثلا بهش میومد به این فرشا واکنششون میداد، یعنی second time back یا third time back. و مورد هفتم تحلیل چند تایم فریمی و هشتم شاخص های انتخاب زون. یه مورد هم اینجا بخونیم بعد این جلسه تمام میشه، میریم سراغ الگوها. ببینم این چیزی اصلا بین این و این، یعنی چی آورده؟ فقط این گلفو گفت، همین. اینم انتهای این جلسه بخونیم. از جلسه بعدی میریم سراغ الگوهای RTM، مثلا فلگ لیمیت زون FL. میریم سراغ الگوها. این گلف یا نفوذ، اینجا مدرس اومده گفته هرگاه قیمت مقاومت رو رد بکنه و قسمتی از بدنش بالاتر از مقاومت بسته بشه، مثل این، و یا حمایت رو بشکنه و قسمتی از بدنش پایین‌تر بسته شه، میگیم این گلف رخ داده. این موضوع برای شادوهای کندل صادق نیست و تنها باید این اتفاق برای بدن رخ بده. اینجا یه نکته نوشته نویسنده، گفته این دیدگاه شخصی مدرسه. اساتید دیگر RTM هم هستن که شادوها هم جزو این گفت در نظر میگیرن. نظر شخصی نویسنده اینه که شادوها هم باید جزو این گلف حساب بشن. نویسنده مجموع مترجمیه که این کتابو ترجمه کرده. چون به هر حال سفارشات رو در نزدیکی SR یعنی مقاومت رزिस्टنس مصرف میکنن و راه قیمت رو برای ما باز میکنن که این دیدگاه درست‌تریه بچه‌ها. یادتون باشه این دیدگاه درست‌تریه، به خاطر اینکه قیمت به هر حال رسیده به اون دیگه. حالا اینجا تثبیت بده چه نده، تو تایم فریم کوچیک‌تر تثبیت داده. اینجا قیمت اومده شادو زده و ریخته. البته بچه‌ها اینم باز نسبیه، بستگی داره.
به اون چیزی که قراره بخونیم. این جلسه همون هم به پایان رسید. جلسه 5. امیدوارم لذت برده باشید. جلسه 6 به بعد میریم سراغ الگوهای RTM.